فقط سرش بزن و به خدا میپرانمت. این دو جمله از زبان حمله‌وران به ژورنالیستان صدا داده و فرق میان آنها 18 سال را تشکیل میکند. اگر سال 2004 به سر ژورنالیست زدن را اولا میدانستند، حالا آنها را به پراندن تهدید میکنند. از بهار سال 2002 تا بهار سال 2022 بیش از 10 مورد حمله و لطوکوب ژورنالیستان تاجیک رسانه‌ای شده است. 13 حالت حمله در 20 سال. در بیشترین موردها عاملان حمله به ژورنالیستان آشکار و مجازات نشدند. تحقیر و تهدید و تهوین‌های حضوری و مجازی که مثل شاخباران بهاری همیشه به سر روزنامه‌نگاران می‌ریزند، اینجا به حساب گرفتن نشدند. حالا چشماندازی کوتاه به حمله‌ها به ژورنالیستان تاجیک در 20 سال اخیر خواهیم کرد و از آخرین حالت شروع می‌کنیم که از وقوع آن همگی 3 روز سپری شد. سه‌شنبه 17 می نخست خبرنگار و نواربردار رادیوی آزادی و پسان خبرنگار و نواربردار تلویزیون نستایش وریمیا در شهر دوشنبه مورد حمله اشخاص نامعلوم قرار گرفتند. در مجموع حمله‌وران 7 تلفن و یک دستگاه نوارگیری را با خود بردند. خبرنگار رادیوی آزادی مولا رجب یوسف زاده میگوید یکی از حمله‌وران چندین بار او را به پراندن تهدید کرده بر رویش چند مشت فراورده است. تلفن ته میگفتن، فقط تلفن و کامرا ته دیگر علاج ما آمدن شما کسی نگفتن که فقط گپشون همین بود که مولا رجب به خدا میپرانم گپشون فقط همین بود. اومدن دیگر من درون ماشین بردن، 2 یا 3 مشت زدن در این طرف رو، تلفن‌ها گرفتن، همه چیزایی که در کیسم همه را گرفتن، جزدانم هم گرفتن، عاقبت گشته تنها پولم گردونده دادن، دیگه همه چیزا گرفتن رفتن و همکارمان هم خیلی تله دادن که از جو پرید اون طرف رفت. خبرنگاران به وزارت کارهای داخله شکایت بردند و اما با گذشت 3 روز معلوم نیست که قضیه به چه سمت گردش میکند. این باری اول نیست که مولا رجب یوسف زاده در پایتخت کشور مورد حمله قرار میگیرد. 1 سال پیش 4 مارس سال 2021 او و شهلا عبدالله‌ایوا خبرنگار دیگری رادیوی آزادی از سوی یک کارمند نقطه سوخت فروشی سارا اویل هدف حمله قرار گرفته بودند. خبرهای نشر شد که کارمند سارا اویل بازداشت شده است، اما بعداً هیچ شرح در این باره ارائه نشد. 29 می سال 2020 عبدالله غربتی که آن زمان خبرنگار آژانسی اطلاعاتی آزیا پلاس بود، در ناحیه خراسان از سوی افراد نامعلوم لطوکوب شد. 2 یونی همان سال دادگاه ناحیه خراسان 3 ساکن محلی را در میده‌آباشی گناهکار نموده هر کدام آنها را 580 سامانی جریمه بست. 17 روز پیشتر 11 می همان سال عبدالله غربتی را افراد ناشناس در شهر دوشنبه لطوکوب کرده بودند. عاملان این حمله هنوز آشکار نشدند. 18 سپتامبر سال 2016 دارا سهرابی کارآموز یا خبرنگاری وقتی مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان ادعا کرد که در بازار گپرزم پایتخت لطوکوب شده است. او یک کارمند پلیس را در این قضیه متهم کرد، اما بعداً چی شد و چی گذشت که دارا از شکایت کردن دست کشید و همین طور قضیه به گوشه فراموشی افتید. 27 فوریه سال 2013 ژورنالیست عبدالرحیم عمریان که آن زمان به حیث سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان فعالیت داشت، در نزد بازار محله 103 شهر دوشنبه از سوی افراد نامعلوم لطوکوب شد. عاملان این حمله هنوز آشکار نشدند. 7 می سال 2012 باشد دلیر شریپوف، آن وقت خبرنگار تلویزیون سفینه، در نزد سفارت روسیه در شهر دوشنبه از سوی افراد نامعلوم لطوکوب شد و عاملان حمله هنوز آشکار نشدند. 31 اوگوست سال 2011 خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج در محله زرافشان 2 شهر دوشنبه از سوی افراد ناشناس لطوکوب شد. عاملان این حمله نیز آشکار نشدند. 7 فوریه سال 2011 حکمت الله سیف الله زاده سردبیر وقتی نشریه نجات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با قرار دادگاه عالی سال 2015 فعالیت این تشکیلات سیاسی ممنوع شد. در نزد منزلش در شهر دوشنبه از سوی افراد نامعلوم لطوکوب شد. عاملان این حمله تا امروز آشکار نشدند. 5 اکتبر سال 2007 محمد علی مقصدالله محرر پیشین نشریه چرخ گردون اعلام کرد در محله 46 از جانب 2 کارمند پلیس لطوکوب شد. در پی شکایت‌های مقصدالله یکی از این کارمندان پلیس را از کار آزاد کردند. 29 یونی سال 2004 رجب میرزا سردبیر نشریه روز نو در منطقه یکچینار شهر دوشنبه از سوی افراد نامعلوم لطوکوب شد
و مثل اکثر موردهای پیشی عاملان تا امروز آشکار نشدند. این در حالی که 6 ماه پیشتر یعنی 18 ینوری سال 2004 رجب میرزا را در شهر خوجند لطوکوب کرده بودند. این حمله در مطبوعات با نام فقط سرش بزن معروف است، چون حمله‌وران به همدیگر خطاب کردند که تنها به سر ژورنالیست بزند. طور مشاهده می شود بیشتری حالتهای حمله به ژورنالیستان در پایتخت تاجیکستان به وقوع پیوسته و در بیشترین حالتها عاملان حمله آشکار و مجازات نشدند. و همین طور هیچ کفالت وجود ندارد که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در آینده از حمله ها امین میمانند و با دستوری تنها به سرش زن زیر مشت و لگد قرار نمیگیرند یا با تهدید به پراندن مجبور نمیشوند که دستگاه های کاری خود را به حمله‌وران تسلیم کنند.